روز 3 آگوست سال 2023 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت به افتخار جشن 32 سالگی استقلال جمهوری به کارمندان کسب و کار گوناگون که در فعالیت کاری نتیجه های نظرس داشتند مکافات و عنوان و جایزه های دولتی سپارید. خدمات مطبوعات پرزیدنت با نشر 235 عکس از این مراسم خبر داد که برای سهم ارزنده در رشد علم و فرهنگ مملکت، حفظ سلامتی اهالی، فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی و دستاوردهای بلند استحصالی و تامین ترتیبات جمعیتی، یک نفر به عنوان فخری نویسنده خلقی تاجیکستان، یک نفر به عنوان فخری شاعر خلقی تاجیکستان، 2 نفر به عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان، 1 نفر به عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان، 1 نفر به عنوان فخری ارباب علم و تکنیک تاجیکستان، 19 نفر به عنوان فخری هنرپیشه شایسته تاجیکستان، 20 نفر به عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، 2 نفر با اردن هوسپیتامین درجه های 1 و 2، 7 نفر با اردن شرف درجه 2، 25 نفر با مدال جسارت، 105 نفر با مدال خدمت شایسته، 7 نفر با مدال شفقت و 11 نفر با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز شدند. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، از میان اهل و فرهنگ امسال بیشتر هنرمندان قدردانی شدند که اخیراً در روزهای فرهنگ تاجیکستان در قزاقستان از 23 تا 26 آگوست دایر شد خوب هنرنمایی کردند. هنرمندان میگویند چون این قدرشناسی را بار آخر سال 2000 بعد هنرنماییشان در گوشه تاجیکستان در نمایشگاه اکسپو در آلمان مشاهده کرده بودند که آن وقت هم بعد بازگشت گروه بزرگ از هنرمندان سرفراز جایزه و عنوانهای دولتی شدند. متاسفانه اسم این 201 برنده جایزه و عنوانهای دولتی را نشر نکردند. سال به میان میآید که اگر هدف از دادن عنوان جایزه های دولتی قدردانی این شخصان خدمت کرده باشد، پس مگر خوب نیست که نام و کارنمایی آنها را هم نشر بکنند تا مردم قهرمانهایش را بشناسند. به پایگاه خبری بامداد میسر شد که با استفاده از معلومات نشر شده در صفحه های اجتماعی اسم شماری از برندگان امساله عنوانهای دولتی در بخش فرهنگی را گرد بیارد. عبدالغفار عبدالجبار سزاوار عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان، لالجوبه میرزا حسن سزاوار عنوان شاعر خلقی تاجیکستان، مرغزار صفیه سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، بهرام قادری سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، عبیدالله کرامتوف سزاوار عنوان حافظ خلقی تاجیکستان، ذکر الله حکیموف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، نگینه امونخلو سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، فخرالدین ملک سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، موپیکر یارو سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، فراغت سعیدو سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، احمد سعیدیکوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، حسنشاه سعیدیکوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، اولوچه مالب شویف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، اخنظر علواتوف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، جابرشاه خوبونشویف سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان، خورشید ابراهیم زاده سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان، میرزا عمر میرزا احمدوف سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان، تخمینا نیازو سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان. از آنهایی که اسمشان را تا لحظه نشر این گزارش پیدا نکردیم عذر میخواهیم. در صورت دریافت معلومات نو روی خط را بازم تکمیل خواهیم کرد. علی اداره پایگاه خبری بامداد همه هنرمندان، عالمان، طبیبان و نمایندگان کسب و ساحه‌های دیگر را که سزاوار عنوانهای بلند شدند تبریک گفته برایشان کامیابی‌ها و فتح قله‌های نو به نو را آرزو می‌کند.